خب زنگ دیگه در ایموی معصم من پیوست میکنم. الو الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین برادر با برنامه صدای مردم. چند گفتنی رو داشتم، اگر وقت جدا میکرده گپ میزدم در بابت همین موضوعی که امروز من تماشا کردم شما را. بله حتما در بفرمایید، بابت منبر شما است، راحت صحبت کنید. برادر جان همون انسانی که یکم بچه یاشی که با همتر صحبت کرد، خیلی بچه یاش یکمش اهمیت نتیه یومش که از حالت مقصد حالت کار مقصد معلومات ندارن اونها. به خاطر که من نازی در بابت همین زندان که شما صحبت میکنم، چون که اثر ما همین گذشته است. وقتی که ما خصوصا 13 سال در همین زندان های تاجیکستان تقدیر الهی بود مقصد که ما زندگی کردیم و دیدیم و چگونه بود. اجازت بده مثال من از یکش مقصد سر کنم و بفهمونم که تا امروز مردم تاجیکستان حقیقت فهمند. خیلی نگی گپای مقصد پوچی کودکایی که مثال هستند یا یک انسانی که از روی حسیات خود گپ میزنه در کار نیست، حقیقت گفتن در. بله بسیار خوب میشه اگر از رفتی همون شرایط زندانیای تاجیکستان حرف زنیم. من گپ میزنم از اولی که مثال در ما هست، در تاجیکستان ما هست управление уголовный розыск گفتنی управление است در روی KGB تاجیکستان است. بله уголовный розыск. وقتی ما را دستگیر کردن ما یکم جنایت نکرده بودیم، یکم جنایت یکم آدمکشی دزدی غری کردگی نبودیم، که اصلی مقصد انا همچون که به جنایت حساب میکردن که ما مردم برای هدایت برای مقصد قرآن سنت رسول الله و مذهب امام اعظم رحمت الله علیه دعوت میکردن. وقتی ما را بردن در همون حالت همون اپرالینی برای ما مهلت دادن. مهلت چی دادن؟ 5 ساعت مهلت دادن که شما گناه با گردن بگیرید، در حالی که ما گناه نکردیم. مردم از این حقیقت دور هستن ولی نمیدونن که درون چی گپ است، چی کار است. و ما سوال دادیم که همون کارکنای مقصد اپرالین که ما چی گناه کردیم که شما ما را مهلت میدید؟ یعنی شما بکلا بگیره که شما مقصد جنایتکار هستی یا بزیدی مقصد دولت هستی یا بزیدی فلان فلان. او برادر ما بزیدی هیچ کس نیستیم، ما یک همچون شهروند تاجیکستان هستیم. مقصد بعد از 5 ساعت راستی گپ با طریقی جسمانی بسیار مثال لط و کوب کردن ما را. این یکم بهش بود و دویمش حالت مقصد LG میگن تلفن از دستشون. این در حالتهای حربی استفاده میبرن. این تلفن LG هست، اگر این چیزا را هیچ کس باور نمیکنه در حالتی که دیدگی نیست. یعنی از ناخونی پاچت میمونن و در ناخون چلیکات میمونن و در جایی که مثال مردینت هست میمونن و همون استال دارن، استال در بالای همون چیز میمونن، همون ستومرد میشنه یکتاش و چند دیگهش دست پاچهات میقفه و با همون LG میزنن. همون حالت مقصد در قلب تاثیر کلان داره. و راستی گپ اگر خواهی که مرده ایلی نبکلا گیری در اون حالت مقصد میگیری، چون جان آدم درد میکنه. این حالتی که در سر ما خود ما گذاشته میکی. و دویم حالتی که مثال ناقانونی در درون همون اپرالین ما دیدیم با دو چشم خود، این هست که مقصد ادوکات ها، این ادوکات دروغ است در تاجیکستان. ادوکات هایی که دولتی میگن، دولتی وقتی که ما رو آوردن با یک همون دوبینک هایی که سیاه دارن، همون سپیشال دوبینکه دارن با همون دستخرام هم در پیش ادوکات داده شدن که ما امضا مونه. حتی باور نمیکنن همون شرمایی که زدگیشان تا حال مقصد در وجود ما مقصد هست، همون شرما هستن. حتی ادوکات گپ زده نمیتونن. حتی مفتیش است، مفتیش که دیده شده که همچه غیر قانونی مقصد خدا بوده سن همین کارکنای دولت مقصد از این چیز نمیکنن. اما انا بسیار مثال حالتهای وضعینی دیدیم مایلش مقصد در بناروشنیک در اتاپلینی، حتی اگر خلق باور نکنن همین گپای ما را مرحمت روی بینه در همونجا اتاپلینی کوبنه SSR است. حتی چیزش سفید است، سفید آسمان رنگ.
در همونجا دست میبستند 3 روز والله باور کنید برای ما یگان گونه اوقات یگان چیزی خوردنی ندادن. وقتی از همون تریزه من نگاه کردم اونجا یک اتاژ است، همون تریزه نگاه کردم کارمندان مقصد همون اوپرالینی پیوه خورده سبدن که نوشاکه سپیرنی در وقت کاریشون بیگانی بود. وقتی بیگانی بود وقتی نوشاکی را خوردن و کمک شکرها بود، همون شکرها در پیششون بود. والله من دروغ نمیگم، الله شاهد است، کمی دمو یک 100 گرم زیاده از 150 گرم پیوه را در درون همون شکرها و ریخته آورده در پیش ما مون که بخوریم، مثال داشنا مونده. ما ای مجبوری خوردیم همین چیزا، مجبوری که کش نبودیم. حالت مثال بسیار ایسون علت و کو یادم هست که هوشم رفته بود. حالتی خیلی هم داشتن که وقتی انسان اگر هوشش رفته آو نباشد در کاش با پیشاب خودشون هم استفاده بودن. بله بله. من شخصا دیدم مردم تاجیکستان آگاه باشن میشناسن. امید بود یک بچه دامولا بود از کمسان‌آباد بود، خوب بدونن کی بود، بچه یاش بود 1981 به سال تولد. در پیش ما گلیه گفتنی یک کارمندی مقصد همون MVD بود در جای مردکیش. باور کنه این گپ حقیقت داره، من شرم دارم این گپ گفتنده. در همون جای مردکیش مقصد با یک بندی باریک بود رنگ خیلی که یک چیز اخته میکنه همون خیلی میبستن، حتی شرم و حیا در او زنک نبود، میکشید و بیچاره داد و فیغان میگفت با اینکه برای همون جنایتایی که ناکردهش باید امضا مونه. جنایت رو دیگر کس کردهش نه که او مقصد چیکار کنه باید امضا مونه. این حالت‌های دیدیم. حالت دیدیم مثال در وقتی که یک برادری از لناباتی اون هم مثال به خاطر اسلام بود، وقتی که همون دهنی داری همون کشاده شد کامرا در آوردنش بیچاره ناخناش شیندگی بود. من خودم شخصا شاهد هستم که کشیدم نسکی‌ها شد در حالتی که ناخناش شیندگی بود بیچاره. این انسانایی که من از زندانبر کردم این انسان‌ها از این دنیا رفتن. در همون داخل زندان از دنیا رفتن. دولت قتل داد. حتی وای شده بود در طرف مقصد همی جهانی حکم قتل در تاجیکستان منع شده بود. 11 نفر دیگه مونده بود در 13 رقم یکی شهر دوشنبه. همون شب آمدن ما شاهد بودیم که خیلی باید گرفتن بردن همون خیلی نابودشون کردن. بله. حتی حکم قتل منع شده بود، نه که مریتاریا شده بود که من دیگه حکم قتل نده، هر کسی که جنایت‌های وزنی داره مقصد تجویز می‌کنه. معلومش از این خلاص خوردیم آمدیم همون اویس میگن در همون شهر دوشنبه همین و کارکنای مقصد KGB خودمون همون امنیتی خودمون 2 روز پس می اومدن ما را میزدن. 2 روز پس 2 روز نکلی که همون اویس یک مردی چی بود والله الان نامش فراموش کردم از حصار بود زمنچنی کش بعد هوا از پشت ما خیل گفت که لازم نیست شما چیکار میکنید شما حق نداره کار کردن. گفت اینا آدم نیستن، اینا در پیش قانون کیان باید یارو ما گفت باید جزاتی. بله. و این دم تمام محبوسان تاجیکستان که از سال 99 تا سال 2014 خیلی که من میدونم شاهد همین کارها هستن. مایلش از این چیزا هم خلاص خوردیم. حتی وقتی ما رو آوردن در همین اویس باور کنه اویس قبول نکردن ما را، گفتن که برای از دکتر گذرانه. من خودم زاره زدگی من خیلی التماس کردم که همون نچنلی که اویس و زمنچنلی که اویس که التماس ما را مثال قفا نگردانه. مالی ما همه جای ما حتی تا امروز همون تاکایی که زدن گوشت بدنمون بر آمده بود تا حاضر همون بایوش هست. از اینجا بردن من سیزای رقم 1 یعنی جای موقتی که پاس شدن مقصد نگاه میکنید. باور کن من چند شرایطای همونجای گپ میزنم، نامی مثال کامیراش گپ نمیزنم، حتی خودی حکومتدار میدونم من نامبر میکنم که اینجا گفتنی آدم بود. اینجا گفتنی آدم بود در کامیرای 30 رقم نمبر 1 همون سیزا برای نماز شده مردک کشته. بله. برای نماز این همه شاهد ده، حتی حکومت آگاهی داشته این چیز. بله. یکی یگام چیز نگفتن باید. اون بیچاره که در وقت نماز بود حالت مقصد پرورکه بود که در حالت نماز بود همی چند ثانیه دیر کرد بیچاره برای دیر کردگیش مقصد رو به حالت قتل رسوند. اگر اجازه باشه یک سوال برای شما بتون برادر.
بله از همون راهبری قبلی همون زندان‌های تاجیکستان عزت‌الله شریپوف بود. درباره‌اش یگان معلومات چگونه انسان بود تا کدام درجه عزت‌الله شریف خوب بدونیم. یک کم درباره هم قصه کنیم برادر. یک شخص ظالم است و مطلق و کسی و حکومت باید خودش او را جزا میداد. لیکن من درباره با گپ میزنم که یکی از ظالمترین ظالمی که در بین کارکنان حکومت این عزت‌الله شریپوف با کنیه‌ای که زارو میگفتن. من شاهد همون بودم. اون می آمد در همون زون میگن اکو جای همون محبوسا را میقفند. وقتی که همونجا می آمد اینا تمام انسانی که در محبوس ششته است شاهد همین است. باور کنه انسانی که برای وی محکول نمیشود در حالی که بنلیسه که محبوسا را مقصد توابت میکردن حالا در شهر آرچینزآباد مقصد واقع است. ششم زون ده پیش در دوشنبه بود در داخل یکم محبسی رقم 1 بود. همین می اومد معقولش نمیشد میگفت که برای در جایی که آدمایی که سیفلیس است سپید هستن توبرکولوز هستن همونجا محکم شد. همین عزت‌الله شریف هم میکارم و در حالتی من با میگم که نچنه که همون وقته زون مسافر رو گرفتن انا بعد تاشتمیروف شد. این تاشتمیروف یکی از ظالم‌هایی که بر شخصان در محبس بوده بسیار ظلم کردگی همین انسان بود که در حق محبوسا بسیار ظلم میکردن. من اگه چند حالت‌های چیز میگم. یکم مواد مخدر با مطابق کنستیتوسیون تاجیکستان من است جنایت است و خود همین زارا و آدمای زارا و آدمایی که در اوکراین بودن اینا ما شاهد مواد مخدر میدروردن که 1 گرمش به برآورد 1 گرم نرخی روسیه برابر بوده. این چیز واقعیت داشت. حتی ما خودمان میگفتیم که همین چیز نداره ممکن است. طرف ما دیگر کارکنان مقصد میگفتن که اگر خواهی که از جان سیر شدن مقابلت همین چیز برو. این چیز هم حالتی واقعیت داشت. دوم این واقعیت تلفن مطابق قانون در درون محبس منع. این هر کسی که با تلفن قفل مطابق قانون باید 15 روز جریمه باید یعنی جای جریمه‌ای بوده محکم کنه. لیکن خود تلفن کی میدرواد؟ خود کارکنان محبس میدروادن. به خاطر چی؟ به خاطر پول کار کردن. بله. یادم مثال 2000 محبس بود. 2000 محبس بود زیاده 500 تلفن زیاد واقعیت داشت. وقتی که می آمدن همون شیمان میگفتن به فکر خودشون شیمان میکردن میافتن همون تلفن یک نرخ تلفن وقتی قدردن 100 سامانی بود برابر. تو باید 100 سامانی در همون میلیستی. اگر ندادی مقصد تو باید 15 روز جریمه شوی و این جریمه تو برای آینده برای بالن پسیلین که برآمدن و برای اودو برآمدن مثلا یک خلل کلان از قانون تاجیکستان. از غذاها از خوراکا از رفتی خواب و یعنی شرایط زندانی ها چی گفتن داره برادر؟ چیز دیدی در اونجا؟ در دوره شرایط ندارم محمد. برای که شرایط ما را خودی والدین ما تامین میکنن نه خودی حکومت. اگر والدین محبوسا از بیرون اگر تامین نکنن از لباسا از حالت خوراکا تمام محبوسا در 1 ماه جان باق میتونده بود. من خودم دیدم که در پیش من 6 نفر مردگی در سوی در صفی که در پیش من میشدن خصوصا مردم لنوباد بسیار بود 6 نفر از گرسنگی غلط دیده بودن. حتی ما خود ما نموز طلای میبرامدیم یک حالتی مثال در زندان چخیل است اوقات روغنی نمیتونن اوقات جوشاندگی میتونن این روغن نداره. یعنی به همون تکنولوژی مقصد کهنه استفاده میبرن و نمیتونن روغن و مخصوص جا شدگی به نام چایخانه میگن که از خانه مقصد کرچکه و پیاز و دیگر چیزا تا میبرن و میری همونجا 4 کس 5 کس از سیمنکه میگن اوقات میکنی و دیگر چی میکنی مقصد استعمال. یعنی که پس از این گفته های شما معلوم میشود که
اصلا غذا آماده کردن در داخل زندان قانونا من است نه، یعنی نباید که از زندانی خودش زندان بپزه، غذا بپزه و شکم خودش سیر کنه. طبق قانونگذاری باید دولت او را تعمیر بکنه. از قانون من است نه که خود همونها اجازه دادگن. از جهت چی؟ از جهت سبب که دولت تامین کردن نمیتونه بقدر محبوس. پس کشته شده های وحدت وقتی که میگن از اونجا کارچه گرفتن و جنگ کردن 33 نفر کشته شد، پس جنایت حکومت رحمانوف است. برادر من در بابت محبوسا باز گپ میزنم. در درون محبس یعنی دو گروه محبس است. محبسای جنایی هستند و محبسایی که اسلامی هستند، یعنی که به اسلام رو آوردن، مسلمان است. بله. و تمام محبوسایی که به اسلام رو آوردن و نماز میخونن، از چی گروه نباشد نوابسته، از گروه حزب تحریر و از گروه مقصد سلفی باشد یا نهضتی باشد، کسی نباشد، همش یک اتحادن، متحدن، یا دیگرش دوست میدونن. بله. با یکدیگرش مقابلت ندارن. تنها آن محبوسانی که جنایی هستند، که طریقه جنایی را پیش میبرن، پریستوب نمیر میگن، که آن اصلا جاسوسان خود حکومت هستند. بله. همونها مقصد پیش خیلی که ما در یادمون هست، تادمی که در تحت نظارت MVD جمهوری تاجیکستان بود، همون زندان ها کمتر قوه داشتن. وقتی که یوستیس گرفت، در تحت نظارت یوستیس شد زندان ها، در اون حالت مقصد که بسیارتر حزبای اسلامی مقصد، یعنی مردم مسلمان که بیشتر شدن در زندان ها، رویه همین پریستوب نمیر از بین رفت. خرید 80% از بین رفتگی. خب همچون یک شهروند تاجیکستان برادر، همچون چیزی که دیدی به هموطنای ما، با مردم تاجیکستان، آخر سخن چی فکر و چی گفتنی از کسایی که از حکومت رحمانوف دفاع میکنن نسبت به همون زندانیایی که امروز قرار دارن، نسبت به همون مادرایی که فرزنداشون از دست دادن، یا آخر سخن گفتنی داری برادر؟ اگر که باشه بفرما. برادر جان اگر در 2 دقیقه وقت مگر جدا کنی، من سخن مگر بزنم. خب بیا 2 دقیقه دیگه براتون وقت میتونم برادر، بفرما. من هم قدر گفتنیم با اصلا یکم برای حکومتدارانی که هستن، اول این سخن من به گوش آنها برسه که وقتی که قانون میگه، وقتی که کانستیتوسیون میگه، کانستیتوسیون و قانون تنها برای کمبغل رعایت نکنه. بله. برای شخصای نادار رعایت نکنه. قانون برای همه. من شخصا خودم دیدم که وقتی که والنی پاسیلیان که ما را رعایت میکردن $3000 پول گرفت ما سودیا. وقتی که در ششم حالت اورژینزآباد برای 2 بار پاسپورت $200 گرفتن. بله. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان من میخوام که مردم تاجیکستان آزاد باشن از پاره، از ربا، از چیزهای پلید فسادی که امروز در جامعه بسیار است. من میخوام که مردم آزاد باشن. این حکومتداران همین آواز من را فهمه. بله. اگر خواهان آن باشن که من همین چیزای گفتگی من مقصد برای آنها با دلیل مقصد نشان که مرحمت من نشان میتونم برای آن. این جای مقصد ترس و وهم نیست. و دیوم برای خلق تاجیک گفتنی هستیم که خلق تاجیک، شما اپا و خواهر و پدر و مادر ما که هسته، من شما یک خواهش دارم، حق و حقوق خودتون به پول نخره، نه که با طبق قانون طلب کنید. بله. هر قانونی که چیز گفته از همون قانون طلب کنید، از همون دولت که با طریق پول برادر حقوق خود نمیخریم، ما از این بدتر میشیم، از این هیچ وقت ما خوبتر نمیشیم. به همین خاطر من برای مردم باز هم یک حالتی پیشنهاد دارم که حقوق خودتان به حساب پول نخرید. بله. اگر مردم به گپ من ناراضی باشن، من یک سخن خداوند میگم و برادر به همین من خاتمه میبخشم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره بقره، یعنی بر کل مردم مسلمان، نه تنها در تاجیکان، نه تنها برای عرب، نه تنها برای دیگر، نه که آیه قرآنی است که استعاذ بالله و اذا قیل لا تفسدوا فی الارض، وقتی گفته شود برای شما که در روی زمین فساد نکنید. بله. خود حکومتدار، خود دولت، خود کانستیتوسیون میدانند که فساد در جامعه چی است. بله. نه که امروز ما میبینیم در برابر همین آیات میگن که قالوا انما نحن مصلحون، نه ما
اصلاحکار هستیم. ما اصلاح کردیم. این در اصل اصلاح نیست، فساد است. و الله تبارک و تعالی بازم میگوید این مردم که الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. آگاه باشید ای مردم، آگاه باشید که در حقیقت کسانی که میگویند که ما اصلاح کردیم در حال عمل فسادن، آنها فسادکار هستند. باور نکنید به آنها و از آنها دوری بجوید. این سخن من نیست، این سخن الله تبارک و تعالی برای منافقین امت پیغمبر امروزه برای ما اعلان کرد. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. سلامت باشی برادر. تشکر زیاد. واقعا بسیار صحبت صمیمی بود و پر از درد، پر از غم، پر از مشکلات های امروزه از زندان های تاجیکستان حرف زدید. خدا نگهبانتان. سلامت باشین. تمام مادران، تمام برادران، تمام پدرای بزرگی که فرزنداتان در زندان ها قرار دارد از حالشان متوجه باشین. دیدین چقدر ظلم است، چقدر شکنجه است، چقدر درد است در بالای سر آنها.